خب دوستان، اولین چیزی که شما برای باز کردن داشبورد به صورت اصولی و به حالتی که به داشبورد آسیب نزنید و خراب نکنید نیاز دارید این ابزار تریمه که حالا تو سایزهای مختلف و شکلهای مختلف قرار داره که ما ازش استفاده. اول باز کردن این پنل کناریه که شما باید اول لاستیک دور در رو آزاد کنیم، پنل رو در بیاریم، در آوردن قاب بالای صفحه آمپره، بعد باز کردن پیچای صفحه آمپر، همونطور که می‌بینید پیچایی که داره صفحه آمپر باز می‌کنیم، بعد میریم محل. خب برای باز کردن پیچای صفحه آمپر، برای اینکه کارتون هم سریع‌تر انجام شه، اگه از این در واقع پیشگوشت‌های شارژی داشته باشیم برای باز کردن داشبورد، خیلی سریع‌تر می‌تونیم انجام. پیچا هم حتما داخل یه جعبه‌ای بذارین که گم و گور نشه. باز کردن این پنل وسط دوستان، پنل وسط باید در بیاد و حالا اون پنل کولر رو در واقع اون نشانگر وسط هم سوکتاشو آزاد میکنیم. سوکتای پشت پنل کولر رو در واقع ضبط و ساعت رو جدا میکنیم که این پنل رو کلا بذاریم کنار، چون قطعه گرون قیمتی هم هست. خب اولین قطعه که این پشت میبینیم BCM بادی کنترل ماژوله که اینجا پشت داشبورد مشخصه. وقتی پنل کولر رو در میاریم اینجا باز کردن پیچای دریچه های بخاریه که کنار LCDه. این در واقع قاب دور LCD در بیاد، نیازه که این قاب فرمون رو باز بکنیم، چون این بالا از طریق اون در واقع قطعه لاستیکیه پنل بالا و اون قاب دور فرمون به هم وصله. پس ما قاب دور فرمون اول وقتی که قاب دور فرمون رو باز کردیم، حالا این پنل کاملا در میاد همونطور که میبینی، چون قسمت پایین که به قاب دور فرمون هم وصل شد آزاد شده و این پنل به راحتی در میاد و میذاریمش کنار. کلاسه رو باز کنیم، این دوتا پیچ زیر صفحه آمپر رو باز میکنیم تا صفحه آمپر در بیاد و بتونیم صفحه رو کاملا در اومد. این هم سوکتشه. حالا بریم برای قسمت های بعدی که باز کردن دریچه های بخاریه. پیچاشو باز میکنیم، دریچه های بخاری آزاد بشه. یه پیچ بالا داره و یه پیچ هم این قسمت کناری راست. دریچه بخاری این ور باز شد، دو تا پیچ داشت و یه خار هم این قسمت پایین. این قطعه هم که اینجا میبینین این بلنگوی در واقع اخطاریه که شما کمربند نبسته باشین یا سویچ باز باشه بوق میذاره براتون. این قطعه هم که اینجا میبینین SJB یا جرفیوز داخل اتاقه که این توی این ماشین SJB با CGW که گتوی یکی شده. LCD وسط رو باز میکنیم که دو تا پیچ سمت چپ داره و دو تا پیچ سمت راست داره. بعد LCD وسط رو آزاد میکنیم، فیشاشو در میاریم که تعداد فیشا این پشت زیاده. اینم در واقع LCD وسط. مرحله بعد جعبه داشبورد رو باز میکنیم. دو تا در واقع حالت گیره مانند داره، اینا رو باز میکنیم. جعبه داشبورد میاد پایین. حالا تو قسمت بغل خاراش آزاد میکنیم، جعبه کامل کردن جعبه داشبورد. شما این دو تا در واقع لولا رو باید آزاد کنید با کشیدن، هم این ور هم این ور. شما با آزاد کردن اینا میتونین در واقع جعبه داشبورد این یه دونش این و جعبه داشبورد کامل باز میشه همونطوری که میبینید. مرحله بعدی در آوردن دست دنده است که برای در آوردن دست دنده شاسی جلوش رو فشار میدیم و به صورت عمودی میکشیم بالا، دست دنده همراه اون کاور زیرش در میاد. مرحله بعدی باز کردن کنسول وسطه که خاراش این قسمت آزاد میکنیم و کنسول در میاد. ابزار تریم هم که فراموش نکنید.
به این ترتیب کنسول وسط آزاد میشه. فقط فیشای مربوط به سیگار یعنی فندک و یو اس بی هم حواستون باشه که کنده. کنسول وسط لازم نیست دوستان این سوکت‌ها رو باز بکنیم، فقط این سوکت سفید رو آزاد میکنیم و مجموعه کنسول وسط به صورت کامل جدا میشه. خب اینم قطعاتی که فعلا از این سوناتا باز کردیم و داخل صندوق گذاشتیم به صورت حالا مرتب که آسیبی نبینه تا ادامه قطعات داشبورد. فقط دقت کنید برای باز کردن این در واقع آرمرست یا زیر آرنجی حتما این کاور داخلش رو بردارین. این دوتا پیچ رو اینجا میبینید، دوتا پیچ 400 این کنار داره که حالا تو مرحله بعد بازش میکنید. چیه که دوستان بهتون گفتم برای باز کردن زیر آرنجی یه پیچ این برداره، دقیقاً یه پیچ هم عین همین سمت راننده مربوط به جا فندکی عقبم جدا میکنیم و این زیر آرنجی کامل جدا میشه. از اینجا کامل زیر آرنجی میبینین که جدا شد. بعدی قسمت جلوی کنسول وسط رو جدا میکنیم، پیچاشو آزاد کردیم و خود مجموعه کامل در میاد. کنسول وسط آزاد کردیم. اینجا حالا میتونیم یونیت ایربگ رو ببینیم. این یونیت ایربگ دوستان، قطعه‌ای که اینجا می‌بینید هر چی که کابل زرد رنگ تو ماشین داریم بدونین که مربوط به ایربگه. این مربوط به ایربگ، اینم خود یونیت ایربگی که دو تا سوکت داره و اینجا مشخص. دوستان این قطعه‌ای که اینجا می‌بینید که سیم بهش وصل شده، اینم آنتن کیلس شماره 2 که بابت روشن کردن ماشین یکی از آنتنای داخل. بعدی در آوردن روکش‌ها و درپوش‌های ستون بغله. فقط حواستون به ایربگ‌های جانبی باشه. البته این ماشین چون تصادفی بوده به احتمال بسیار زیاد اصلا این ایربگ‌ها رو نبسته. در واقع کاور ستون رو در میاریم. همونطوری که می‌بینید این ماشین چون تصادفیه ایربگ جانبی هم نبستن و جاش خالی. ستون جلو ستون A سمت شاگردم باز کردیم. همونطور که می‌بینید اینجا هم ایربگ باز نداریم، جاش هست ولی خودش نیست. پیچای قسمت سمت راست داشبوردم باز می‌کنیم. حالا ما باز کردیم، این آخریشه که با هم دیگه باز می‌کنیم. بعد این قاب جدا میشه و این قسمت آزاد میشه. خب دوستان اول این قاب رو باید باز بکنین که به صورت خاریه. بعد اینو که باز کردین این پیچا رو باز میکنین که این قسمت هم آزاد بشه. خب این پیچا رو با هم دیگه باز کنیم. بعدی باز کردن این فریم جعبه داشبورده که پیچاشو که باز بکنیم این فریم در میاد و شما حالا دسترسی داری به موتور فن بخاری و حالا قطعاتی که اینجا داریم. قطعاتی که اینجا میبینیم موتور فن بخاریه، موتور دریچه کولره که این ور داریم، یونیت TPMS و TMU که اینجا قرار میگیره. دوستان این برای اینکه این قاب در واقع دور آزاد بشه این پیچ در واقع مهره‌ای که اینجا قرار داره و این پیچ‌های این ور رو باز می‌کنیم، یه پیچ هم اینجا تا این قاب کامل در. دوستان مرحله بعدی باز کردن این قسمت که این به صورت خاری، حالا ما خاراشو آزاد کردیم، قطعه هم جدا میشه از این قسمت داشت. مرحله بعدی باز کردن این مهره، این مهره‌ای که اینجا قرار داره، این مهره‌ای که اینجا قرار داره و مهره‌ای که پشت صفحه آمپر اینجا قرار داره. اینا رو باز میکنیم تا بتونیم پوسته رو یواش یواش آزاد. دوستان در ادامه باز کردن داشبورد سوناتا حواستون باشه که حتما این سوکت ووفر رو آزاد بکنید که وقتی که پوسته رو در میارید این قطع نشه. دوستان تو مرحله بعدی ایربگ سمت شاگرد رو باز میکنیم. همونطور که ببینیم پیچاش داره باز میشه. حالا من از این برم بهتون نشون بدم. ایربگ سمت شاگرد بازش میکنیم تا بتونیم پوسته رو تو مرحله بعد در آوردن پوسته داشبورد این سنسور تشعشع خورشید رو میکشیم میاد بالا
از توی پوسته آزاد میشه، سوکتش آزاد میکنه که وقتی داریم درش میاریم کنده. باز کردن در واقع فرمون رو گذاشتیم مرحله آخر چون میخواستیم ماشین رو جابجا کنیم. من یه توضیح در مورد روش باز کردن فرمون بهتون بدم. برای اینکه ایربگ رو باز بکنیم ما 3 تا خار رو باید آزاد کنیم. یه خار این قسمته، شما فشار میدی آزاد میشه، ولی اول توصیه میکنم که خاری که پایین هست که زیر فرمونه این خار رو آزاد بکنین. اولین خار رو آزاد بکنین، یه مقدار در واقع ایربگ میاد بالا، بعد اون 2 تا خار، یه خار سمت راسته، یه خارم که اینجا سمت چپ قرار داره، یه خارم اینجاست، بعد راحت میتونین نو آزادش کنین ایربگ. اینم چون ماشین حالا تصادفی بوده سیم کشی ها رو نگاه میکنین چه وضعیتی داره متاسفانه. بعدی باز کردن در واقع خود قربیلکه که با استفاده از آچارچرخ 21 در واقع مهره رو باز میکنیم و کل قربیلک میاد بیرون. بعدی در واقع ساعتی فرمون کلاسیک اسپرینگ و دسته های برفاکن راهنما، سوکتاشو آزاد میکنیم، سوکتا رو آزاد میکنیم و یه نکته هم که وجود داره اینجا یه پیچ داره دوستان، جا پیچ داره، حالا من برام بهتر شما ببینید که این پیچ متاسفانه نبستم، ولی این پیچ باید بسته باشه. این هم دسته برفاکن راهنما به همراه ساعتی فرمون که خارج میشه. بعد از اینکه همه سوکت‌ها و قطعات آزاد کردیم پوسته رو به صورت کامل در میاریم. فقط حواستون باشه که سوکت‌های ایربگ، همه سوکت‌های سنسوری، یه سوکت این پشت مال ووفر اینجاست اونم آزاد کنیم. اونور چی؟ سوکت ووفر اونورم سوکت‌ها همه آزاد باشه که وقتی میکشیم بیرون آسیبی به دست سیم و سیم کشی وارد نشه. خب این پوسته داشبورد به صورت کامل میاد بیرون. اینم نمایی از داشبورد وقتی که پوسته آزاد شد.